سلام، من سلما هستم و اینجا چینل یوتیوب هوبکاست است، جایی که قرار است خیلی ساده خودمانی و رفیقانه با هم بریم سراغ قصه آدم هایی که دنیا را تکان دادن. میخوایم در این پادکست هر قسمتش یک انگیزه، یک جرقه کوچک و یک یادآوری باشه که ما هم میتونیم مسیر زندگی خود تغییر بدیم. اولین قسمت از این پادکست امروز خود از دوستان مرد شروع میکنیم که جهان برش لقب روح بزرگ داده. کسی که بدون جنگ و اسلحه فقط با باور و جرأت خود یک امپراتوری بزرگ و زانو در آورد و مقابل ظلم استادگی کرد. گاندی در سال 1869 در یک شهر ساحلی در گجرات هند به دنیا آمد. متعلق به یک خانواده مذهبی ساده و آرام بود. او در کودکی خجالتی و کم حرف بود، اما در وجودش چیز بود که از دیگر اطفال متفاوت تر می ساخت و یک وجدان بیدار داشت. گاندی از همون طفولیت یاد گرفته بود که باید صادق باشه و راستگو باشه، با کسی آسیب نمیرساند و مهر محبتش حتی در مقابل حیوانات بود. شاید او زمان کسی نمیدانست که پسر خجالتی یک روز رهبر بزرگترین مبارزه مسالمت‌آمیز جهان خواهد شد. اما زندگی از دیگه مسیر خودش را داره. زمانی که گاندی بزرگ شد و جوان شد، تصمیم گرفت حقوق بخونه. به همین خاطر به کشور انگلستان سفر کرد. در اونجا یک دنیای متفاوت، فرهنگ متفاوت و تجربه متفاوت همراهش روبرو شد و همین تجربه باعث شد که ذهنش بیشتر باز شود و بیشتر گسترش پیدا کنه. ولی هنوز نمیفهمید که سرنوشتش نه در محکمه بلکه قرار است در قلبای مردم رقم بخوره. بعد از گرفتن مدرک تحصیلی خود تصمیم گرفت که باید کار کنه. به کشور آفریقای جنوبی سفر کرد و اونجا بود که همه چیز تغییر کرد. یک روز در یکی از سفرهای خود گاندی در یک قطار نشسته بود. با خود بلیط قطار درجه 1 داشت، ولی یک مامور سفید پوست برش گفت که تو هندی هستی و اینجا جای تو نیست و بدون از اینکه لحظه‌ای تردید داشته باشم او را از قطار بیرون انداخت. گاندی در اون لحظه سردی زمین، ظلم و تنهایی را چشید. او شب در موزگاه گاندی یک تصمیم گرفت که اگر سکوت کنم میلیون ها انسان دیگه هم سکوت خواهد کرد. از همون لحظه مسیر زندگی گاندی تبدیل شد. همه چیز رنگ دیگه به خود گرفت و شروع کرد با مبارزه. اما مبارزهش نه با مشت بود، نه با خشونت، نه با فریاد. بعد سالها مبارزه در کشور آفریقای جنوبی، گاندی به هند برگشت. به سرزمینی که زیر استعمار و زیر فشار استعمار، فقر، تبعیض، ناامیدی مردم به قدر خسته ساخته بود که هم جسماً و هم روحاً مردم خسته شده بودند. ولی با وجود از اون گاندی همیشه لباس ساده سفید می پوشید، با پای برهنه ولی با قلب سرشار از عشق در بین مردم قدم می زد. یک پیام بسیار ساده داشت. می گفت بر آزادی نیاز نیست که خشونت باشه، بلکه نیاز به اتحاد. و این آغاز یک انقلاب بود، یک انقلاب بدون شمشیر. سال 1930 انگلیس‌ها به قدر قدرت و تسلط داشتن که حتی نمک مردم هند تحت کنترلشان بود. گاندی تصمیم گرفت تا اعتراض کنه به این قسمت. اما اعتراض رو یک راهپیمایی ساده نبود، بلکه یک راهپیمایی با مسافت 240 مایل بود. تا به ساحل میرفت، از آب بحر نمک استخراج میکرد. کار بسیار کوچک بود، ولی یک انقلاب بزرگ دنیا را لرزاند. هزاران نفر همراهی شدند و این حرکت مثل همین شعله شمع بود، خیلی کوچک، ولی تاریکی را از بین برد و بزرگترین تاریکی را شکست داد. گاندی با می روش‌ها قدرت یک امپراتوری بسیار بزرگ به شکست و به لرزه مواجه ساخت که هیچ کس حتی فکرشان نمی‌کرد. خب مردم فراموش کرده بودند که وقتی متحد شوند قوتشان بیشتر از یک ارتش عمل میکنه. گاندی به مردم خیلی چیزا آموخت، از جمله متحد بودن براشان یاد داد. گاندی سی باور بزرگ داشت. میگفت پرهیز از خشونت، حتی در برابر دشمن، پافشاری بر حقیقت، نه با جنگ بلکه با ایستادگی، با کنترل نفس. بله، قدرت واقعی در کنترل نفس خود است، نه در نفس دیگر. او میگفت اگر میخوایی دشمنت را شکست بدی، با قلبش صحبت کن، نه با مشتت. در سال 1948 گاندی توسط یک فرد افراطی به قتل رسید و ترور شد. اما نور او هرگز خاموش نشد. فکرش، مفکوریش سالهای سال جاودان زنده. فلسفه او به قلب میلیون ها نفر نفوذ کرد. امشب در روشنی همیشه
داستان مردی را گفتیم که با سکوتش، با مهربانیش جهان تغییر داد. گاندی رفت اما درسش ماند. نور کوچک تو شاید امید بزرگ کس دیگه باشه. اگر این پادکست دوست داشتین و میخواین که داستان زندگی انسان‌های تاثیرگذار جهان ادامه بدیم، اسم شخصیت بندی را برام کامنت کنین و ممنون میشم از اینکه چینل ما را سابسکرایب کنین. شب را خاموش میکنیم ولی روشنی داستان ادامه داره.